وقتتون بخیر. ما امروز از کارگاه شما دیدن کردیم برای بررسی معضلات، چالش‌ها و فرصت‌های این راسته بازار. میخوام ببینم شما چه پیشنهادی دارین، درخواستتون، مطالبتون از مسئولین شهر چیه در خصوص اینکه شغل شما بهتر دیده بشه، رونق گرفته بشه و جوان‌ها و نسل جدید که همه معترضن و بازار کاری براشون فراهم نیست به این سمت و سو گرایش پیدا کنه. بهترین کاری که مسئولین میتونن بکنن حمایت مثلا از لحاظ سرمایه‌های اولیه برای مواد اولیه یا مثلا کمک‌های مالی به امام بکنن. بعد حمایتایی هم که مثلا حمایت‌های معنوی هم که مثلا تامین اجتماعی یا مثلا اداره کار یا بهداشت، اینا موانع تولید رو از سر راه ما بردارن. درسته. امروزه ما این سیستم استاد شاگردی رو توی بازار کمتر داریم. آیا جوانای ما گرایش دارن به سمت نه، متاسفانه کار ما شغل ما خیلی سخت و سنگینه. بعد خیلی آغشته میکنه، کثیف میکنه و همین خاطر خیلی دوست ندارن اینجا، به خصوص نسل جدید که همه دوست دارن پشت میز نشین باشن و کار راحت و پردرآمدی داشته باشن. شغل ما هم به خاطر همین مسئله و چون اینکه این تولیدات ما رو قشر ضعیف جامعه دارن میخرن، گرانیت و تفلون و اینا نیست که مثلا ما ظروف ساده آلومینیومی داریم تولید میکنیم، نه قشر ضعیف داره میخره، زیاد هم روش نمیشه مثلا قیمت بخوایم بالا ببریم یا چی کنیم، رقابت هم توش خیلی زیاده و همین خاطر جوان پسند نیست. تولید این ظروف برای شما توجیه اقتصادی نداره؟ رضایت بخش هست ولی میگم برای جوان ها قابل پسند نیست به خاطر سختی کاری که ما داریم. بله، خسارت هایی که به جسم و بدن ما میزنه، مثلا من همین چند وقت پیش دستم برید، چند ماه خوابیدم خانه و اینا، مثلا نتونستم کار بکنم، اینا رو داره، این مثال رو داره. یا مثلا همین موقع براده گرفتم ممکنه تو چشم بزنه یا به بدن بزنه، اینا سختی، خیلی سخته. جابجا کردن قالب‌ها سنگینه، ساختن ظروف مثلا ورقای ضخیم خیلی فشار و نیروی زیادی میخواد. درست. اینه که آره کمتر لیل کار. مرسی از شما، موفق باشید. ممنون. خدا نگهدار. خدا